سلام برادران عزیز، با شما هستم دلجوی خطلون در کانال خکر پکه. امروز ویدیو درباره چطور در یک تلفن دو ایمو که دو وایبر واتساپ استانوفکا میکنن نشون میتیم. با آن همین پروگرامی که چون در اکران میبینید با همین پروگرام میشود. خوب توجه میکنیم با اکران. خوب برادران عزیز، چون که گفتیم آن همین پروگرام است برای دو تا وایبر ایمو کردن. داخل همین پروگرام میشیم. با ما لازم نیست ای ویکلوچن میکنیم. خوب رازرشید. چونانه که میبینید برادران عزیز، همین پروگرام خودش اشاره کرده است که علامتی یعنی که جمع در داخل همین بار زیر میکنیم. همین بار زیر میکنیم. خوب چونانه میبینید برادران کدام پروگرامی که با ما دو تا لازم است انتخاب میکنیم. دو تا میشود. مثال با ما ایمو در کار دو تا. خوب ایمو را گالچکا میمونیم. وایبر همش میشه مثال دو تا کنیم، نه که خیلی با ما که ایمو لازم است وایبر تمام همین دو تا را انتخاب میکنیم. کلونیروات یک بار زیر میکنیم. کمی منتظر میشیم. خوب چون میبینید برادران عزیز در اینجا دبا ویچید وارد ایمو میشیم. رازرشید انا برادران عزیز ایمو مویشید میتونیم که نمرمون بزنیم. تمام ایمو کنیم. دیم ایمو لیک در درون همین پروگرام میشود. مثال در بیرون کپی انا میشود. داخلی همین پروگرام میدرویم. تمام ایمو اتوماتیک کار میکنند. خوب برادران عزیز، اگر ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونید، در کانال ابونه شین. در این لحظه ها با شما بودم دلجوی خطلون. سربلند و تنصیحات باشید.